این لحظه میخواهیم برایتان درباره بیماری انسولت معلومات داده باشیم. با کسانی که انسولت را از سر گذرانیدند یا در سرحد سکته مغز سر قرار دارند، عصبی شدن قطعاً منع است. با شخصانی که به بیماری انسولت گرفتار شدند، بیشتر از همه خواب آرام، غذای سالم و هوای تازه مثل آب و هوا توصیه داده می شود. فشار خون را دائم نظارت کردن لازم است تا بالا نرود. در روسیه برای معالجه سکته مغز سر به بیماران مومیا را توصیه می دهند. طرز استفادهش چنین است: 10 گرم مومیا را در کمی آب شیرگرم حل نموده به ظرف پلاستیکی اندازید و تا گردن بوتلکه به آن آب ریزید. هر سحر برابر از خواب بیدار شدن 1 قاشق از این آب نوشیدن لازم است. در حالت احساس نمودن وزنینی می توانید پیش از خواب نیز 1 قاشق آب مومیادار بنوشید. دوره معالجه با مومیا 30 روز است. پس از این 10-15 روز تنفس نموده بعداً دوره دوم طبابت را سر کردن ممکن است. باز یک راه دیگر: همه روزه استعمال نمودن 30 گرم چهارمغز، 20 گرم کشمش و 20 گرم پنیر در یک جایگی عصبها را آرام کرده مشک‌های دل را پرقوت می سازد و خستگی را نیز رفع می نماید. راه دیگر: سفارا نام درختی هست که 10-15 متر بلند شده ثمر لوبیا شکل دارد. گل و ثمر این درخت در معالجه سکته مغز سر تأثیر خوب رسانیده می تواند. 15 گرم گل درخت سفاره را در ظرف انداخته از بالایش 200 گرم آب جوش ریزید و دهان ظرف را محکم کرده مانید. 1 ساعت ایستاد. سپس آن را صاف کرده روزی 3 مرتبه نیم ساعت پیش از غذاخوری 50 گرمی بنوشید. این آب را همچنین می توانید به دست و پای کرخت شده تان بمالید. شبانه دوکه چرقبت را در این آب تر کرده به پشت سرتان کمپرس نموده خوابید تا سحر آسوده خواب می روید و حالتان روز تا روز رو به بهبودی می نهد.